یادتان باشه که زیاد لا اله الا الله زیاد بخوانین. ایمان بردن بسیار مشکل است. رسول الله علیه السلام گفت در آخر زمان بسا مسلمانای امت ما از دنیا کافر میرن. و اما یک خوشخبری رسول الله گفته بلند بگوین صلی الله علیه وسلم در آخر زمان یک روز گفتن پشت برادرایم دق آوردم. یا رسول الله شما برادر نداره؟ رسول الله جوره نداره فکرتانه صلی الله علیه وسلم. یا رسول الله شما خود جوره ندارین برادر ندارین؟ گفت نه بعضی امتای من صدها سال بعد میاین در وقتی که مردم جفا میکنن اینا وفا میکنن. یعنی اجازه است که بگوییم انشاءالله شما و فامیلای شما. ما فامیلای نداریم که با حجاب هستن؟ نداریم؟ اینا را رسول الله خواهر خوانده بگوین الله اکبر. ما دخترایی را در شهر و دیار ما داریم که دختر خالش برش تمسخر میکنه، به نام دهاتی و کوهی و قشلاقیش میخوانه، در حالی که او امت رسول خداست و خواهر خود خوانده رسول کریم علیه السلام است. دلیلی که اون خواهری که آب دهن آمریکایی را و روس را و آلمان را و هندوستان و غرب و شرق را خورده، دلیلی که به این مادر اسلام تمسخر میکنه چیست؟ به دستایش دست پوشک محمدی است. دستش نامحرم نبینه نه؟ به دست پوشکایش پنجه های رسول خدا را گویا پوشیده صلی الله علیه وسلم. به سرش چادری بیبی عایشه است، به پایکایش جرابی بیبی فاطمه است، کالایش کلان است. مرد که ارچ کش کنه بدنش ببینه کجا رو ببینه؟ جز سیاهی کجا رو ببینی؟ دیوار رو میبینی؟ چنان حمایت کرده خودشه، چنان غیرتش این خواهر نگاه کرده، چنان عفتش نگاه کرده، چنان تقوایش نگاه کرده، چنان ناموسش نگاه کرده، چنان غیرت رسول خدا را به خرج داده که هر طرف این مرد زناکاری که به زنای چشم آغشته است میخواه ببینه چی را ببینه؟ به دست پایش دست پوشک، به پاهایش جراب. ایجاب پوشیده گل نداره، سیاه است، کلان است. فکر میکنی کدام کمپیرزن میآید؟ درونش خدا میدانه که حور بهشتی داخل است. او را در محشر میشناسی. مهم نیست رنگش سیاه در دنیا یا سفید، بینیش بلند است یا پخش، چشماش کلان است یا خود امروز مهم نیست. فردای هست در میدان محشر به حضور محمد مصطفی علیه السلام.